عملیات حساب. از قسمت شارژ حساب شروع میکنیم. اگه قصد شارژ پنلتون رو دارید باید از این بخش استفاده کنید. اولین چیزی که در این بخش میبینیم جدول تعرفه هاست. همونطوری که میبینید بر اساس مقدار واریزی تخفیف به هر پیامک میخوره. مثلا بالای 50,000 ریال 2 ریال و به همین ترتیب. مبلغی که قصد دارید پنل شارژ بشه رو در این کادر به ریال بنویسید. توجه داشته باشید که مبلغی کمتر از 10,000 پنل قبول نمیکنه. برای روش پرداخت هزینه و شارژ پنل به 2 طریق میتونید عمل کنید. کارت به کارت و پرداخت بانکی. باید واریزی خود را از طریق خودپردازها یا واریز وجه در بانک انجام داده و سپس بر اساس نوع پرداختی که انجام دادید روش کارت به کارت و یا پرداخت بانکی را انتخاب کرده و اطلاعاتی که از شما می‌خواهد یعنی شماره کارت ها و یا شماره فیش واریزی را در کادرهای مربوطه درج کنید. و در نهایت ثبت درخواست را کلیک کرده و بعد از انجام این عملیات باید منتظر تایید مدیریت شوید که دیگر نیازی به تماس تلفنی با مدیریت نمی باشد. گزارشات مالی. در این قسمت میتونید تمام اطلاعات مالی تا همان لحظه را مشاهده کنید که این اطلاعات شامل تمام شارژهایی که کردید و همینطور کلیه گزارشات مالی مربوط به ارسال هاتون میشه. در صورت نیاز به دیدن یک گزارش مالی خاص یا گزارشات در یک بازه زمانی معلوم میتونید اونها را جستجو کنید. جستجوی شما میتونه بر اساس مبلغ، تاریخ، بر اساس روش‌های پرداختی که انجام دادید و همچنین وضعیت پرداخت شما که درخواست شده، تایید شده و یا منقضی است. ویرایش اطلاعات. در این بخش میتونید اطلاعاتی را که در ابتدای ساختن کاربری ایجاد کردید را مشاهده و تغییر بدید. توجه کنید که ایمیل و شماره موبایلی که اینجا مینویسید درست باشه. چون در صورت نادرست بودن این اطلاعات سیستم forget pass یا همان فراموشی رمز عبور که در صفحه ورودی پنل قرار داره رمز جدید رو به ایمیل و گوشی شما ارسال نمی‌کنه. تغییر رمز عبور. این بخش این امکان رو به شما میده که رمز عبورتون را تغییر بدین. برای تغییر رمز عبور رمز قبلی را در کادر می‌نویسیم. سپس رمز دلخواهمون را در اینجا و تکرار اون رو دوباره در این بخش تایپ و سپس ذخیره رو کلیک میکنیم.